هلو گایز، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به این ویدیو سوم میشه در واقع. من یه کلن زدم، اگه دوست داشتین بیاین. فعلا 3 نفریم. یکم بریم پوشکاب کنیم. لول کارتا هم داره بهتر میشه. بالاخره یه قهرمان رو 3 کردم. نکته مثبتیه. خودم دوست نداشتم داوود کپسولیو بدم بالا چون درصد استفادهش خیلی کمه. ولی خب چون لول کارتاش بالا بود گفتم بدیم بالا دیگه. حداقل یه چیزی رو بدیم بالا که همین الان بتونیم استفادهش کنیم. مثلا بر فرض مثال یه کارت مثل شاهین که به درد بخوره رو بدم بالا، یو میبینی نرف میشه، ضعیف میشه یا به کارم نمیاد چون 6-4. ولی داوود رو معمولا استفاده میکنه. مهناز رو حذف کرد. ترکیبش چیه که دفاعی اذیتش میکنه؟ افسون استوار بذار دیگه دلقک. شاهین فعلا یه دونه ننجون برمیداریم. دکتر جمشید هم برمیداریم. چی میخوای برداری؟ خوبه ما داوود رو اینجا برداریم، به نظرم به نفعمونه. بدک نیست ترکیبمون، میتونیم بزنیمش. ولی لول کارتاش مشکل اینه الان من یه دونه قهرمان 3 دارم، حریف 3 تا داره. حالا سعی خودم میکنم کار در بیارم. 8-7-5 دمت گرم داداش. 7-7-5 8-7-5 آجی نامردی. یه دوتا جون بدین، نباید بمیره تا وقتی که خشمم برسه. اصلا و ابدا نباید بذارم رو خشم. خوبه دیگه خشممون میرسه. چیکار میخوای کنی؟ عزیز دلم دم شما گرم. ما میتونیم یه دونه از اینا بدیم روش بزنیم. اینم نمیدونم کار درستی بود که اینو زدم یا نه. امیدوارم دوپینگی که زدم باعث باختم نشه. شاید بهتر بود نمیزدیم. شاینش سرویس کرد ما. خب شاین نوبت بعد میتونیم بکشیم. یکم کار سخته در هر صورت. خب یه دونه مرغی میزنیم ببینم تو نوبت بعدی اگه بتونیم بکشیم. 140 تا شاینش بمیره. جیجی برد. نمیتونه این دمیجو بده، محاله، غیر ممکنه. پرام با یه دونه جون. پرام چه بتلی شد با یه دونه جون. چقدر قویه چنگیز. حواسم نبود لول 8 نه رو لول 7 حساب کردم. اشکال نداره بریم بتل بعدی. بریم همه رو جر بدیم. بنازم یه 100 تا سکم اینجا بگیریم. مؤخرس غنیمته. این دفعه میخوام یاور رو بیارم. هرچند فشاری میکنه یاور خیلی قهرمان شانسیه. بعضی موقع بگیر نگیره دیگه. ما هم بد شانس. دهن ما رو سرویس کرد. چنگیز انفرادی چقدر تو این کاپا پایین استفاده میشه. دهن ما رو سرویس کرده. ترکیب ما رو اذیت میکنه چون ترکیب ما آنچنان دمیج خوبی نمیتونه به چنگیز بده تو یکی دو نوبت بکشش. ننجون رو بیاریم دیگه. چیکار کنم؟ دکتر جمشید بیا ببینم چی میای. بستگی داره چی بیاد. داوود کپسولی نه. خب چون اسی شبش رو برداشت ما میتونیم اینجا یاور رو برداریم که دفاع کنیم. ترکیبمون دفاعی تر بشه. البته اگه بدشانسی نیاریم با یاور انصافا یه دونه رو میزنی دیگه. خوبه. یاور دهنمون رو سرویس کردن. نظرتون با مرغی ما هم بریم جلو. چند تا میزنه هر بار؟ 54 تا. اونقدر بد نیست. بریم جلو نمیدونم چی میشه. خب جون میدیم دکتر جمشید و یه کوچولو. بازم جون میدیم. دکتر جمشید باید زنده بمونه. یعنی اینجا هرچی بمیره باید دکتر جمشید زنده بمونه.
خوبه. البته نه خیلی، ولی خب بازم خوبه. بکشیم اینو. چرا من کشتم؟ که نتونه توانایی ویژه‌شو بزنه که اینجا اذیتمون کنه. الان توانایی ویژه خاصی نداره، دیدین؟ خب حالا که اینجوری شد، ما یه دونه اینو میزنیم توانایی ویژه‌شو. بعد سپر میدیم به ننجونمون که نکشه. دفعه بعدی همشو با یاور میزنم چون دیگه خطا نمیزه. حاجی ولی داره میکشه، پرام ریخته. ما میتونیم یه دونه سپر بگیریم چون میکشه همه رو. داره با توانایی دومش همه رو میکشه، پرام ریخته. دو تا جون بدیم ببینم چه خبره. یه برو خونتون ببینم چه خبره. حاجی انصافا این بتل ببازم فشاری میشم. نه کنید تو رو قرآن. به نظرتون حق برد با کیه؟ کشت. میتونم یاور رو بزنم، میتونم کار دیگه کنم. به نظرتون زنده کنم بیارم بالا؟ نه زنده نکنیم بهتره چون یه داره با توانایی دومش میزنه. ما که نمیتونیم جون بدیم. آخه کوچکترین چیزی هم بهش بزنم الان دمیجش میره بالا، ولی بزنیم دیگه چیکار کنیم. دیگه بهش نمیزنیم. به جاش دوپینگش میکنیم. الکی دوپینگ ها احتمالاً وین کنه. چون من نمیتونستم هیچ کاری کنم. آها شاید سپر بگیریم قصر در بریم. چونه بزنه نمیدونم آجی، ولش کن. نمیشه رد و نوبت میدیم، احتمالاً ببازیم. نمیشه چنگیز انفرادی کش، نمیشه زجه است. حالا یا بخت و اقبال دیگه، یا میزنه یا نمیزنه. انصافا بزن عشق کنیم. یا علی مدد. بنازم یا علی مدد. ایول یه بارم ما خوش شانسی آوردیم. ایول عجب آخر زمانه. یه بارم ما خوش شانسی آوردیم. بریم واسه بتل بعدی. من این چنگیز دلغک رو حذف کنم. اعصابم خراب کرد بابا. 2 دست چنگیز بهمون میندازه. ما چی کار میکنیم؟ ما ننجون رو میاریم. چقدر سریع. خب این ساسانه. جلو ساسان داوود کپسول به نظرم بدک نیست. با دکتر جمشید میاریم ببینم چی. وای بابا جانه وای. بابا این ترکیب بابا جان نمیارن، به ساسان میارن. بابا زدمون شد. یاور رو داشتم راحت‌تر میتونستم بابا جانشو بکشم، ولی کلا قهرمان ضد بابا جان ندارم. لول قهرمانان پایینه، اونایی که ضد بابا جانن. چیکار کنم؟ این 2 تا دینامیت میندازیم. نمیشه بابا جانشو کش. احتمالاً ببازیم چون خیلی فول بافه، خیلی قویه این کارت. حالا ما تلاش خودمون رو میکنیم. حالا به احتمالاً ببازیم. لعنت نمیشه. باخت. زد دیگه. ابدا اگه فکر کنید کار خاصی کرد، هیچ کار مفیدی نکرد، فقط زده. وقتی زدی میبری چون زدی، به همین سادگی. شت او شت. بابا جانش هم میکشتم باز زندهش میکرد، خیلی فرق نداره. باخت.
خیالش راحت نمیتونی بابا جانو بکشی. از این دلغک بازی هم زار. بس دمش بدیم به بابا جانش. لعنت سر یه ذره آجی نامردیه. اوف سر یه ذره حیف شد. زد بود دیگه، زد بود نمیشد کارش کرد. ببینم قهرمانای ضد بابا جان. ضد بابا جان هیچ ندارم، تعداد قهرمانام کم. بریم بتل بعدی. یه چند وقت دیگه اکانت رو روال میکنیم. اکانت بیاد بالاتر کارمون راحت تر. همون چنگیز بخوره مثل اینکه بهتره تا بابا جان. دکتر جمشید مهنازم بدیم بالا خیلی خفنه. اینجا داوود کپسولی میاریم به نظرم خوبه. میتونیم بزنیم. ترکیب خوبی داریم جلوش. فکر کنم بتونیم کارو در بیاریم. مگه اینکه دیگه خیلی عجیب غریب بازی کنه. باید جون بدیم، نباید دکتر جمشیدمون رو به همین راحتی بکشه. داشت دیگه انقدر راحت دکتر جمشید رو بهت نمیدم. به نظرم نمیدونم کار اشتباهی داره میکنه، سماجت میکنه رو دکتر جمشید. چیکار کنیم به نظرتون؟ همین یه جون بدیم به دکتر جمشید با یه ضرب میمیره. ولی نمیدونم. وای چرا میزنی به ننجون بابا؟ خیلی بدشانسی بابا. نزن به ننجون. نه نباید میزد به ننجون. میزدی به داوود کپسولی الان برده بودیم. یه افسون استوار میموند. اینم خب با ننجون میکشتیم. هیچی نمیشد. چرا بدشانسی میاریم؟ هیچی به هیچ. جیجی بابا ولم کن. نشد یه ویدیو بگیرن فشاریم نکنن. یا آخر هر ویدیو با ما فشار بخوریم. یه بتل دیگه بریم حداقل یکیش جبران شه. اعصابم خراب کردن. بابا جان دکتر جمشید این دفعه یاور میاریم. گوره بابا همش. بیا دوکی جونم بیا. آخ امیدوارم که حشمت لوتی نیار. دهنمون سرویس اگه حشمت لوتی بیاره. مه پیکر. خب دیگه داوود کپسولی میاریم. یاور نمیارم چون داوود کپسولی دینامیت میندازه زیر پای مه پیکر. یکم کارشو سخت میکنیم. اگه تورج و بالا داشتیم خیلی خوب میشد که نداریم متاسفانه. ترکیبش دستساز چرت پرت ضعیفه و اسمش هم حشمت لوتی. FF3 لولاش اوکیه به نظرم خیلی بالا نیست. ما میتونیم مرغی بزنیم حقیقتا، چون بخوایم کپسول بزنیم دمیج میزنه به قهرمانش که اصلا مهم نیست واقعا. خب دکتر جمشید یه کوچولو سیو میدیم. اشتباه کرد و همون میرفت سمت دکتر جمشید. دکتر همشید گفتم یه لحظه.
یه دونه دیگه مرغی. خوبه. نکشی این نوبت. نکشی جدا. خوبه. یه دونه توانایی اینو میزنی. یه دونه مرغی و جیجی. بردیم. ایول. ایول. بازم یه کوچولو بدشانسی آوردیم ولی فکر نکنم ببازیم این دفعه. لعنتی چقدر خوش شانسه. اگه میزد دکتر جمشیدو خیلی واسه من بهتر بود. نزد دیگه چیکار کنم. بزن دیگه نوب سگ. باختیم بازم. بابا خیلی یارو خوش شانسه. چرا باید ننجون ما رو بگیره؟ دکتر جمشید وقتی تنها میمونه کاری از دستش برنمیاد. فشار چی میگه؟ آخه ببینید شانس منو. چرا باید ننجونو میزد؟ من هنوز مشکل دارم. 3 بتله دارم میرم به امید اینکه یه دونه باختم جبران شه. عالیه. یعنی آخر هر ویدیو فشار نخوریم نمیشه. این همه بدشانسی از کجا میاد خوب؟ بریم واسه بتل بعدی. این دیگه بتل آخره. حالا وین شد یا باخت شد خیلی مهم نیست. اعصابم خورد شده دارم الکی پشتم باخت میدم. هیچ وقتی اعصابتون خرابه بازی نکنید. چون به تبع بازیتون بد میشه و میبازین. وقتی هم ببازین منفی میزنین. به همین راحتی. بیا بابا نوب سگ بیا. ای بابا حشمت دلقک. آقا یاسین ما اکانت شما رو داشتیم اینجا نبودیم. آقا یاسین لولات خوبه. میتونیم مرغی بزنیم. میتونیم شانسمون هم با یاور امتحان کنیم. یاور بزن. بنازم یاور. بستگی داره اینجا چیکار کنم. یه دونه جون بدیم به یاور. جالبه. یاور عشق داداش یه سپر بده لطفا. کم دفاعی بازی میکنیم. اذیتش کنیم سر دکتر جمشید. خوبه. خیلی خوب بازی نمیکنه و این به نفع ما. آخ توانایی ویژن پر نشد. سپر بده جان جدت سپر بده. ایوه. بازم جون پر میکنیم. نباید دکتر جمشیدم بمیره. خوب است. توانایی ویژه‌شو میزنیم. خب دکتر جمشید و سپر میدیم. یه دونه هم میزنیم بهش. بستگی داره اینجا چیکار کنه که ما هم طبق اون انجام بدیم. یه دونه سپر. خوب است. وضعیت تحت کنترل. میس نده بابا. میس نده دلغک. احتمال باختمون زیاد شد. نباید میس میداد. احتمال باختمون زیاد شد. ای واوی من. ای دادم. بکشیم به نظرم. دیگه وقت کشت و کشتاره. نوبت بعدی هم میرم سمت حشمتش. ننجونا
باشن و بیفتن به جون هم. ببینم چی میشه. بزن دیگه. خیلی بد بازی میکنه آقا یاسین. آقا یاسین بیا ویدیوهای بنده رو ببین، سطح بازی بره بالا. نه نمیزن. احتمال زیاد ببریم دیگه. من اینکه خیلی خوش شانسی بیاره حریف. فکر کنم بتونیم با توانایی ویژمون بکشیمش به احتمال زیاد. نمیدونم، حساب نکردم. نه الان میفهمیم دیگه. آره میتونیم بکشیم. جی بازی خوبی بود. و دمتون گرم اگه تا اینجا ویدیو بودین. اگه دوست داشتین کامنت بذارین، نقدی انتظاری است پذیرام. ویدیو هم لایک کنین، مشتیه دیگه رو نندازم. اینم بگیریم بعد بریم.